چرا اینقدر قر میزنی؟ چی گفتم مگه؟ چی چرا گفتی؟ اینجوری میگی تو جمع؟ چرا اینقدر قر میزنی؟ راجب آب و هوا، راجب غذا، راجب لباست، راجب متن، راجب کوفت، چرا اینقدر قر میزنی؟ میخوای الان اعصابت خورد یه روز دیگه صبح منظورم اینه که آدم کمالگرایی هستی خیلی. من قرقرو نیستم. نه همون دیگه، کمالگرا قشنگ‌تر. کمالگرایی. دستت از این به بعد میگیم کمالگرا. به موزه دور همی چی میدی؟ ها؟ موزه چیه؟ موزه چیه اون وقت؟ یعنی میخوای بگی ندیدی مثلا برنامه ما رو. تو قرار بود تو دور همی بازی کنی، قراردادم بستی. خب این تهش رو نمیدونستم اینجوری بشه. همین این انقدر رو نمیدونی؟ به خدا نمیدونم. من یه نمایشگاه عکسی گذاشتم. کمالگرا. باشه. برو کمالگرا. و تو اون نمایشگاه عکس هیچ کدومو نفروختم. آره بعد هرچی باد کرده بده موزه دورم. نه به جان خودم منم یه خوبیه. شلوار دارم بهم کوچیکه. خدایی نفروختم، قیمت میکردن نمیفروختم. و خودم انتخاب کنی، شما انتخاب. خودت انتخاب. اونی که مونده دیگه هیچ کس نمیاد.